یه قانون ساده و تقریباً پنهان دور و بر ما هست که همه چیز رو اداره میکنه. از سرعت اینترنت شما گرفته تا زمانی که توی اورژانس منتظر میمونین. امروز میخوایم از این قانون پرده برداری کنیم. خب به این سه تا فکر کنین: یه سوپرمارکت، یه سرور وب و یه اتاق اورژانس بیمارستان. اینا چه ربطی به هم دارن؟ در نگاه اول شاید هیچی، اما یه قانون ریاضی خیلی ساده همه اینها رو به هم وصل میکنه. تا آخر این بحث شما همین ارتباط رو به وضوح میبینین. خب برنامه‌مون چیه؟ اول این قانون جهانی مخفی رو کشف می‌کنیم، بعد فرمول سادهش رو با هم باز می‌کنیم و می‌بینیم که چرا واقعاً همیشه کار می‌کنه. بعدش هم میریم سراغ 2 تا مثال فوق‌العاده مهم. اینکه چطور این قانون اینترنت رو سرپا نگه می‌داره و چطور توی بیمارستان‌ها جون آدم‌ها رو نجات میده. آماده باشین که دنیا رو از یه زاویه جدید ببینین. بسیار خوب، بیاین یکم عمیق‌تر شیم. جواب معمای ما توی یه حوزه به اسم نظریه صف پنهان شده. این نظریه یه راه خیلی هوشمندانه برای درک جریان چیزها. هر چیزی توی یه سیستمه. اینجوری بهش فکر کنین. توی سوپرمارکت شما یه آیتم توی سیستم صف هستین. برای یه سرور وب هر کلیک شما یه آیتم محسوب میشه و توی اورژانس بیماران آیتم‌های اون سیستم هستن. همشون از یه الگوی ثابت پیروی میکنن. وارد میشی، منتظر میمونی و خارج میشی. و تمام این الگوی مشترک رو میشه با یه فرمول فوق‌العاده زیبا و قدرتمند توصیف کرد. این فرمول کلید درک همه این سیستماست و بهش میگن قانون لیتل. خب بیاین این فرمول رو بازش کنیم. L میانگین تعداد چیزهایی که توی سیستم هستن. مثلا مشتریای توی فروشگاه. لاندا یا همون لاندا نرخ ورودشونه، یعنی با چه سرعتی وارد میشن. و W هم میانگین زمانیه که منتظر میمونن یا توی سیستم هستن. نکته کلیدی اینه: این سه تا همیشه با هم در تعادلن. همیشه. میدونم این ممکنه یکم انتزاعی به نظر بیاد. پس بیاین این قانون رو بیاریم توی یه سناریوی روزمره که هممون باهاش آشناییم. یه سوپرمارکت رو تصور کنین. در طول روز مشتری‌ها با یه نرخ میانگین یعنی لاندا وارد میشن و یه زمان میانگینی یعنی W رو اونجا میگذرونن. قانون لیتل میگه اگه این 2 تا عدد رو در هم ضرب کنین به L میرسین، یعنی میانگین تعداد مشتریایی که در هر لحظه داخل فروشگاه هستن. به همین سادگی. اما چیزی که این قانون رو واقعاً شگفت انگیز میکنه اینه که تقریباً همیشه و همه جا کار میکنه. انگار چند تا ابرقدرت مخفی داره. فکرشو بکنین. حتی اگه تعداد مشتری‌هایی که وارد میشن در طول روز کم و زیاد بشه، این قانون هنوزم کار میکنه. حتی اگه بعضی از مشتری‌ها زرنگی کنن و خارج از نوبت کارشون راه بیفته، این قانون باز هم کار میکنه. و از همه جالبتر، شما میتونین این قانون رو برای کل فروشگاه به کار ببرین یا فقط برای صف صندوق. در هر 2 حالت جوابش کاملا دقیقه. خود جان لیتل، کسی که این قانون رو کشف کرد، یه توضیح خیلی ساده و قشنگ داره. دلیل اینکه این قانون کار میکنه اینه: هر ثانیه‌ای که یه مشتری توی فروشگاه هست که به L اضافه میشه، دقیقاً همون ثانیه به زمان انتظار اون مشتری هم اضافه میشه که بخشی از W هست. این 2 کار با هم اتفاق میافتن. برای همین این معادله همیشه و همیشه درسته. بسیار خوب، حالا بریم سراغ یه مثال خیلی امروزی و ببینیم این قانون چطوری اینترنت رو سر پا نگه می‌داره. هر بار که شما یه وبسایت رو باز می‌کنین، در واقع داریم با یه سیستم صفحه خیلی پیچیده کار می‌کنین. بیاین این اصطلاحات رو برای دنیای سرورهای وب ترجمه کنیم. L میشه تعداد درخواست‌هایی که سرور داره همزمان پردازش می‌کنه. لاندا میشه تعداد درخواست‌هایی که در هر ثانیه به سرور میرسه. و W همون چیزیه که ما به عنوان کاربر حسش میکنیم، یعنی زمان پاسخ یا تأخیر. اینجا دقیقاً جاییه که قانون لیتل حیاتی میشه. این نمودار نشون میده که وقتی بار روی سرور یعنی لاندا زیاد میشه، زمان پاسخ یعنی W اولش یکم بالا میره، اما یهو به یه نقطه بحرانی میرسه و بوم، سر به فلک میکشه. این همون لحظه‌ایه که وبسایت شما در آستانه از کار افتادن یا به اصطلاح کرش کردنه. به این پدیده میگن تراشینگ، یعنی صف درخواستا که همون L هست اونقدر بزرگ میشه که خود مدیریت کردن این صف داره تمام توان سیستم رو میگیره. این یه حلقه بازخورد منفی وحشتناکه. صف بزرگتر سیستم رو کنتر میکنه.
سیستم کنتر باعث میشه صف حتی بزرگتر بشه و این چرخه ادامه پیدا میکنه تا وقتی که کل سیستم از کار بیفته. قانون لیتل به مهندسا کمک میکنه این نقطه شکست رو پیش بینی کنن و جلوی فاجعه رو بگیرن. حالا بریم سراغ مثال دوم و ببینیم این قانون توی یه محیط خیلی حساس مثل اورژانس بیمارستان چطور به کار میاد. اینجا دیگه کارایی فقط برای راحتی نیست، بلکه میتونه تفاوت بین مرگ و زندگی رو رقم بزنه. بیاین دوباره اصطلاحات رو ترجمه کنیم، این بار برای اورژانس. L میشه تعداد بیماران در حال پردازش، لاندا میشه نرخ ورود بیمارها و W همون طول مدت اقامت هست، یعنی کل زمانی که یه بیمار توی بخش اورژانس میگذرونه. خب مدیرهای بیمارستان چطور از این قانون استفاده میکنن؟ اونها میانگین نرخ ورود بیمارها رو پیش بینی میکنن. بعد با استفاده از قانون لیتل حساب میکنن که برای رسیدن به یه طول مدت اقامت قابل قبول دقیقاً به چند تا پزشک و پرستار نیاز دارن. نکته حیاتی اینه که اونها همیشه یه 10 تا 20% ظرفیت اضافه در نظر میگیرن تا اگه یهو تعداد بیمارها زیاد شد سیستم از هم نپاشه. این نقل قول یه کاربرد خیلی هوشمندانه دیگر رو نشون میده. قانون لیتل یه جورایی مثل یه دستگاه دروغ سنج برای داده ها عمل میکنه. اگه داده های بیمارستان برای تعداد بیماران L، نرخ ورود لاندا و زمان انتظار W توی این فرمول جور در نیان، معنیش اینه که یه جای کار میلنگه و داده ها اشتباهه. این قانون بهشون کمک میکنه مشکلات رو پیدا کنن و بر اساس واقعیت تصمیم بگیرن، نه آمار غلط. خب تا اینجا این قانون رو تعریف کردیم و دیدیم چطور کار میکنه. حالا سوال اصلی اینه، شما چطور میتونین از این دانش توی زندگی خودتون استفاده کنین؟ راستش این قانون یه مدل ذهنی خیلی قدرتمنده برای فهمیدن هر سیستمی. 3 تا راه عملی برای استفاده ازش وجود داره. اول، برای پیدا کردن چیزی که نمیدونین. مثلا اگه بدونین به طور متوسط چند تا ایمیل توی این باکستون دارین و با چه سرعتی جواب میدین، میتونین حساب کنین که هر ایمیل به طور متوسط چقدر منتظر میمونه. دوم، برای دیدن بدهبستان‌های غیرقابل اجتناب. این قانون بهتون نشون میده که نمیتونین همه چیز رو با هم داشته باشین. اگه میخواین کارا رو سریعتر انجام بدین، یعنی W رو کم کنین، یا باید تعداد کارهای در حال انجام L رو کم کنین، یا جلوی ورود کارهای جدید لاندا رو بگیرین. این یه انتخابه، نه یه گزینه. و سوم، برای تخمین‌های سرانگشتی سریع، از مدیریت یه پروژه گرفته تا مرتب کردن آشپزخونه‌تون. پس این سوال رو برای خودتون نگه دارین. از کارهای نصف نیمه روی میزتون گرفته تا ماشینایی توی ترافیک یا کتابایی که منتظرن خونده بشن. دنیای ما پر از سیستم‌های صفه و شما حالا کلید درک همه اونها رو توی دستتون دارین.